تراپی، اونم تو ایران با این وضع مملکتی که ما داریم. ترجیح میدم روزایی که قراره برم تراپی بعدش هم یه وقت دعانویس بگیرم که اگر اولی جواب نداد حداقل دومی یه کاری برام بکنه. الان هزینه تراپی شده جلسه 1,800. من یادم از وقتی تراپی جلسه 70,000 تومان بود کسخل بودم. دیگه از یه جایی به بعد رفیقان با چک و لگد منو فرستادن تراپی. یعنی با احترام نه، مثلا نگفتن آدمی مثل تو لیاقت خودشناسی داره، برو برای اینکه بهتر خودت رو بشناسی و بهتر زندگی کنی. نه، یه روز رفیقم برگشت بهم گفت بابا تو دیگه خیلی کسخلی، پاشو برو خودت تو یه جا نشون بده. که منم همونجا بود تصمیم گرفتم برم تراپی. میگن تراپی جاییه که آدم باید کیره خر، آدم باید راحت باشه، همیشه خود واقعیشو نشون بده. ولی من هر وقت خود واقعیمو نشون دادم، تراپیست یه لبخند تخمی زد، شروع کرد تو دفترش یه چیزی یادداشت کردن. بعد زیر لبم هم میگفت اینم یه چیز دیگه که باید روش کار کنی. جلسه اول تراپیمو که رفتم، من هر چقدر حرف میزدم تراپیست یه گوشه نشسته بود سایلنت، صدا ازش در نمیاد، فقط بهم نگاه میکرد. با خودم گفتم خب من اگر میخواستم برم با یکی حرف بزنم که بهم بی‌توجهی کنه، جوابی بهم نده، میرفتم پیش بابام، 1,800 هم نمیدادم. یه مدت که حرف زدم دیگه دیدم تراپیست شروع کرد به حرف زدن. گفتش که شما باید با کودک درونت ارتباط بگیری. گفتم عزیز من داداش، من بچه باز نیستم که چه ارتباطی بگیرم. من با پدر بزرگ بیرونم ارتباط نمیگیرم، با کودک درون ارتباط بگیرم. یکم نگام کرد، ریشاشو خارون، یه ذره تخماشو خارون، یه ذره فکر کرد، برگشت گفت ببین همه اینا ریشه در، گفتم ریشه در کودکیم داره حتما. گفت نه، همه اینا ریشه در کسخل بودنت داره. بعد من از وقتی رفتم تراپی، هر وقت میخوام یه کسشعر عجیب غریبی بگم، اولش میگم که تراپیستم گفته، اینجوری یه ذره منطقی تر به نظر میرسه، یه ذره مثلا مردم بیشتر باورش میکنن. مثلا چیزی که خیلی ازش استفاده میکنم این روزا اینه که تراپیستم گفته از آدمایی که ازم طلب کنن دوری کنم. خدا رو شکر تا الانم کم جواب نداده. یه بار که دیگه خیلی گرم صحبت شده بودیم، حرفمون به جاهای پیچیده‌ای رسیده بود، برگشت ازم پرسید میدونی چرا همه آدمای اطرافت بهت به چشم یه امدادگر نگاه میکنن، هر جا گیر میکنن میان سراغ تو، همیشه تو رو اذیتت میکنن؟ گفتم نمیدونم، به خاطر دلسوزی و مهربونیه. گفت نه دیگه کسخل، اینم ریشه در کسخلیت داره. آنها که آمده بودند از غم ما بکاهند، کاری کردند که بیشتر ما را بگایند. یعنی تو ایران تراپی رفتن دقیقا مثل رانندگیه. خب یعنی شما هر چقدر حواست جمع باشه، درست رانندگی کنی، خوب رانندگی کنی، یه سری گاو پیدا میشن که یهو بیخودی میپیچن جلوت، باعث تصادف میشن. زندگی تو ایران هم همینه. یعنی ما هر چقدر حواسمون هست، یهو یه سری آدمای گاو پیدا میشن که ما به خاطرش باید بریم تراپی. اونایی که واقعا نیاز به تراپی دارن نمیرن، بعد همون آدما میان باعث میشن ماها باید بریم تراپی. خب یعنی یه ریدنی به زندگی ما میکنن که ما باید بریم کلی هزینه کنیم تا این انه پاک بشه. هم میان مغزمونو میگن، هم جیبمونو. پدر بزرگ من یه مثالی داشت، میگفت طرف یه کاری با ما کرد که ما هم کارشو دادیم هم توفشو. یه بارم نشستم برای تراپیستم کامل از آدمای اطرافم تعریف کردم که برگشت یه ذره فکر کرد، گفت اونا دیگه خیلی مادر قهوه‌ن. یه ذره دو ذره نه، خیلی مادر قهوه‌ن. اونا دیگه تو درس ما نبوده، کاری از دست من بر نمیاد. اونا باید مثلا برم از استادام راجبشون بپرسم ببینم چی کارشون کنیم. بعد از چند جلسه ای که رفتم تراپی، گفتم آقای دکتر حالا به نظرتون چی کار کنم که یکم حالم تو زندگی بهتر باشه؟ گفت ببین تو زندگی رابطه جنسی منظم داری؟ گفتم آقای دکتر منظم که نه آنچنان، نامنظم ولی اونم نه آنچنان، ولی خب بجاش تو زندگی ندارم. با زندگی چرا؟ به طور منظم، مرتب، روتین، رو روال کاملا مشخص. یه روز مامانم فهمید که من دارم میرم تراپی، برگشت گفت مگه من برات کم گذاشتم؟ مگه من باهات درد دل نمی کردم که رفتی پیش غریبه؟ گفتم بله مادر من، شما برای من کم گذاشتی. من هر وقت با شما درد دل کردم شما برگشتی به من گفتی مقصری. ولی از وقتی رفتم تراپی هر چی بهش میگه حق با توئه، تو کاملا حق داشتی که به خاطر این موضوع ناراحت بشی. حالا یه 1,800 هم اون وسط میگرفت که به هر حال به نظرم ارزشش رو داشت، خیلی مشکل خاصی نبود.